میگوید یک عابد، یک شیخ در بنی اسرائیل عبادت میکرد، 70 سال از جای نماز بیرون نمیشد. بسیار عابد بود، بسیار حلال خور بود، هیچ بار زبانش از ذکر پروردگار خشک نبود، همیشه با ذکر پروردگار زبانش تر بود. الله میگوید فرشته را روان کرد که رو با این عابد، با این شیخ بگو که دیگر مشقت نکشد، اگر 70 سال دیگر هم عبادت کند باشیشگاه وی دوزخ است، جنت برای این حرام است. فرشته آمد میگوید، صاحب تفسیر روح البیان میگوید فرشته آمد و این وعید، این خطاب پروردگار را به این شیخ خبر داد که الله میگوید اگر 70 سال دیگه همین عبادت داری از این در زیباتر